خب با سلام خدمت دوستان اومدیم آموزش هوازنی رو براتون تست کنیم ببینیم حالا هوازنی آموزشای داره بهتون بیاموزیم. حالا بیاین دلول روسی هم آوردیم. تفنگ مخصوص هوازنی دلول و 5 تیر بهتره، چون که 10 تیر یه فشن واقعا چمه برای هوازنی. این هم از دلول یه نوع سلاح، بهترین سلاح شکاری جهان شناخته شدن. الان نه این دلول هر دلولی باشه، چه سوار چه زوف، بهترین سلاح دنیا شناخته شدن. خب دوستان، اولین کاری که باید کنیم باید برین پیش یه تعمیرکار کنداغ، یعنی چه کنداغ میسازن دیر میاد. حالا دیگه هر شهری باشه دیگه داره. باید کنداغ جوری بسازین که به شونتو قشنگ بخوابه، اندازه شونتو باشه، چون که برای فنجا کنداغ شوچم زیاد دارن. برای دید سریعتر باید باشون تو هم اندازه باشه. خب دوستان میگن حالا کسایی که با 5 تیر و 8 تیر و اینا هوازنی رو شروع کردن، تفنگ دلول سوار براشو بهتره. حالا بعضی هم که دیگه از زوف شروع کردن، خود دیگه تفنگ زوف یه چیز خودم که واقعا تفنگ زوف رو بهتر قبول دارم، چون که تخته بهتر، هدف گیری سریعتری دارم باش، بهترم باش میزن. خب دوستان دیگه فصل بهاره، نمیشه شکار و پرنده و اینا کرد، چون که دیگه فصل زوفگیری شونه، فصل تخم‌گذاری شونه، تولید مثل شونه. خب دوستان یه چند عدد دانشابه و نمیدونن چیزا آوردیم برای تست بندازیم. حالا ببینیم میزنیم نمیزنیم، دیگه به هر حال آموزشو بدیم، پیشگیری سریع و اینا انجام بدیم، ببینیم میزنه یا نه. بریم و با هم ببینیم. خب دوستان اومدیم برای هوازنی. خودیه به نظر من برای شکار کبک و این چیزا گزینه شماره 5 و 4 و اینا بهترن، چون که سازمای بیشتری داخلشونه. این هم دوست من بگی، هم فشنگ 4. حالا یه 4 میزنیم داخل، این هم میزنیم داخل. این شماره 3 بزنیم ببینیم الان میزنه یا نه. خب آماده ای دوست من؟ آماده. خب آماده ای؟ بله بنداز. خب بیاین ببینیم خورد یا نه، ولی نخورد. این نخورد. دوستان ما بد انداخت، نمیدونست چجوری ما میگیم بنداز، یه دست پارچه شدیم. دوست من در این حالت نگاه کن، اونجا که میندازی در این حالت بنداز اون طرف بره، اینجوری ننداز، تو مستقیما بنداز سمت اوبر. خب دوستان بیا بریم و چنگاه بعدی رو امتحان کنیم. اینم از کوچه پرون، این کوچه پرون نیست، توضیحات دادیم. خب بیا یکم بریم عقب‌تر که تفنگ زیاد کف نزنه. خب برو اونجا وایسا دوست من، زیاد نزدیک نشد که خطرناکه. خب آماده ای؟ محکم نوک زانشابه رو بگیر و محکم پر کن به سمت ایور. خب بنداز. خب دوست من نگاش کن ببین خورد. یه دونه خورده. خب این هم از زانشابه اولی. برو گزینه بعدی رو امتحان کنیم ببینیم بعدی میزنه یا نه. خب آماده ای؟ بنداز. محکم علی. این یکی رو ده بالاخره زدیم سمت ما. این دوست ما دیگه دیونه است. این تفنگ کب برد، این کلن سوراخ کرد. خب دوستان خیلی بد انداختی، باید احتیاط کنی. اومد رو اومدن دیگه مولش ندادم، گفت تفنگ مستقیم اومد باید بزنی هر چیز اومد. خب بریم یکی دیگه بندازیم دوست من، برو یکی دیگه بنداز. وای
دوستان اینو هم زدیم. این هم از آن شابه، این هم سازما چیز کوب زدن اینجا. یکی، این دوتا، این هم 3 تا، یه 3-4 تا خورد. خب دوستان این هم از تفنگ دلول و این بود. یه گویا بدیا شد، یه بچه ها کم زیاد انداختند، یه کم زیاد رو باید ببخشید. این هم از دلول بود. این هم چی گفتیم دوستان، این هم چی گفتیم پوچه پرون نیست. این هم از پوچه ها. خب دوستان این هم 18 تای فشنگ که انداختیم. فشنگ سهمیه خود دیگه میدونید تو ایران چقدر گرونه. پس لطفا اگه خوشتون اومد یه لایک و حمایت بکنین. یه ممنون دوستانیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارید.